سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی چهارم، ویدیوی روز جمعه و امروز هم یه ویدیوی مبارزه و مشتنی و این حرفا داریم. بریم تو کارش. امیدوارم که دوست داشته باشیم. نگاه چقدر آدم جمع شده. بعد تفاوت ابعاد و هیکل رو نگاه کن. اما خب اگه مبارز نباشی دیگه هیکل خیلی هم یه برگ برنده نیست، چون تمرین نکرده باشی با هیکل گنده زود خسته میشی، راحت تر ضربه میخوری و تعادلت هم خوب نمیتونی نگه داری. نگاه کن، اصلا تعادل نداره. دو تا ضربه به صورتش خورده دیگه تعادل نداره. همه دارن فیلم میگیرن و هر کی گوشی دستشه داره فیلم میگیرن و تمام. این داداشمون این هیکل گنده مست کرده، اومده توی باشگاه بوکس و خواسته یه نفر رو به چالش بکشه. این داداشمون که ازش کوچیک‌تر هیکلش اینو به چالش کشیده خودش و اینم بلاییه که سرش اومده. خیلی هم خوب بود به نظرم، حقش بود، درسش هم گرفت. بریم ویدیوی بعدی. کلان از حرکاتش معلومه یه بچه خونگیه ها. این داداشمونم به قولی با تمام توانش باش مبارزه نمیکنه. میبینید خب بازم از لحاظ ابعادی تفاوت دارن، ولی طرف یه حرفه‌ایه. بعد دیگه اینجا مشتا رو الکی میندازه دیگه، نمیزنتش واقعا. بعد میخواد یه درسی بهش بده، حالشو بیاره سر جاش. البته شاید چون فیلم برداری هم دارن میکنن واقعا نمیزنتش، وگرنه قیافه شبیه کسایی نیستش که بخواد یکی درس بده یا شوخی باش مبارزه بکنه. الله، این داداش خوشگلمون یه نمیدونم یه بلاگره یا یه کار است، انگار به یهودیا یا به یه فایتر یهودی که اینه موشو اینجوری زده، یه سری فحاشی کرده، یک سری حرفای بد زده، ناراحتشون کرده و اینا. بعد این فایتر یهودیان گفته که اوکی بیا مثلا یه مبارزه چیزی بکنیم و ببینیم چندیم و این حرفا، و اینم نتیجه مبارزه بود. این رفیقمونم اول مبارزه گفت که احتمال داره که کتک بخورم و راستم میگفت، خیلی هم خوب کتک خورد، دستش درد نکنه. آخرش هم با هم دیگه دست دادن و رفتن. اون رفیقمونم با چند تا از دوستای دیگه‌ش اومده بود و اینم اون یکی دوستشه، یعنی مبارزه بعدی اون یکی دوستشه که با یه فایتر حرفه‌ای دیگه قراره مبارزه بکنه و اونم گفتش که منم قراره کتک بخورم، ولی این دلیل نمیشه که مثلا پشت دوستمو خالی بکنم و منم میخوام ازش حمایت بکنم، نه از کارش، از خود دوستم، و اینم حمایتشه. بریم ببینیم چه جوری حمایت میکنم. این یکی مثل مبارزه قبلیه، شوخی نداره، نمیخواد درس یاد بده، میخواد بزنه بتره کنه و با اینکه طول مبارزه‌شون هم کمتر بود ولی بد میزنتش. نشون میده که اگه یکم جدی تر باشن بد میزنن.
بشین دیگه، بشین، تموم شد. آره اینم از این قرار بود. عالی بود. بریم ویدیوی بعدی. اینجوری مش زدنشو نگاه نکنین ها، قراره داستان عوض بشه. همش همینه. نمیزنتش این پیرن سفیده درست حسابی. انگار میخواد مثلا اینه چقدر قدرت داره، چقدر مهارت داره، ولی انگار یه چیزای بارش هست ولی نه در اون حد. هیچکی نگاه نمیکنه، انگار این داستان هر روز باشگاه هست. شورت بارسایی. داستان از این قراره که این رفیق شورت بارساییمون گفته من یه بوکسور حرفه‌ای ام، از اون بوکسورایی که میرن مسابقه میدن، پول میگیرن بابت مبارزهشون، این حرفا. این رفیقمون هم گفته باشه بیا تو رینگ ببینیم چندین و دیدیم چندن. بریم ویدیوی بعدی. باز حداقل اون یه چیزی حالیش بود. ویدیوی بعدی رو ببینیم، به اندازه گوزگوزاش نبود. بعد خنده دارترین نوع مشزنی که من دیدم از این داداشمون الان میخوایم ببینیم دیگه. اون دوتایی هم که اون طرف نشستن رو صندلی سمت راست رفیقاشن ها که دارن کتک خوردنشون میبینن. بعد داستان داره، بذار بعد مبارزهشون داستانش هم میگه. آها حله هم شد. یه دور دیگه از اون مشتای خوشگل تو بزن و این هم تمام. این رفیق خوشگلمون با اون دوتا رفیق دیگهش به این مبارز هی توییت میدادن، هی پیام میدادن که مثلا بیا مبارزه بکنیم، یا تو خیابون اگه راست میگی اگه مردشی مبارزی بیا مثلا با هم فایت بدیم. این داداش فایترمون پیرنابی هم میگه باشه پایتم، ولی توی خیابون مبارزه بکنیم بعدن دردسر میشه برای جفتمون. و گفت بیا فردا اگه میتونی بلند شو بیا باشگاه هم اونجا با هم دیگه مبارزه بکنیم. بعد بهش پیشنهاد میده که مثلا از 50-60% قدرتم استفاده بکنم، مثلا نزنم به ترکونمت، آروم باشیم، مثلا بزنم یکی دوتا بزنم بیخیال بشیم تمام بشه بره. بعد رفیقمون هم میگه نه تا 100% هرچی که داری رو بکن به قولی. و اینم بلایی بود که سرش میاد. بچه‌ها این تایم اضافی که گذاشتم اون قسمتیه که مبارزه اتفاق میفته بدون این که من توش باشم و بخوام اذیتتون بکنم با صدام و قیافم و نگاه بکنید. مرسی که ویدیوی چهارممون هم دوست داشتین. اگر چرت و پرت دارم میگم، مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. اگر که بوده باشین امیدوارم که دوست داشته باشین. منتظرتونم تا ویدیوی روز شنبه. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
squad, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.